السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد عزیز یک سوال بیرون از این موضوع دارم، اجازت هست یا؟ فرمایید. استاد مهربان، من در شهر روسیه کار میکنم در یک دکان. خب استاد معاش من روزانه هست. خب رئیس گفتم که قرب غلطی دست خیلی بردار معاشو. رئیس گفت که صاحب کار من حالا نمیتونم برداشته مقصد روزانه کاری تو را، اما در یک روز مثلا سودا چند کشید از همون تو 10% گیر. خب استاد همین با ریبا مقصد چی نمیشود؟ همین رو میفهمونی. از حساب سودا 10%ش از اون تو است گفت؟ گفت مقصد اگر همین سودا مثال 100 تا بالا شد 10% است تو. همین پرسنت همین ریبا با توغری نمیشه. نه این حلال است. ساز است. این نوع کار بهترین است در تجارت. مثلا نسبت به اینکه مزد دهید، مزد مثلا در یک ماه 10,000 است. اون آدم خواه خوب کار کند خواه بد کار کند مزدش 10 سوم است. اما وقتی که میگوید که 10% کار یا 1% سودا رو تو میگیری، او کوشش میکند که یعنی خوب کار کند. این یک نوعی یعنی که کاری خوب در تجارت حساب میشه. یعنی البته این اجازت است مادامی که تجارتی که دارید تجارت حلال باشد. محمد کلام استاد. سلام علیکم.